گوسفند آگاه‌تره. گفتن چیه؟ گفتن همین گوسفند اگر با تمام همون بگیم نفسانیت لذتی که چریدیسه یک بارک اگر همون چوپان یا های بگشت سرشم میبرداره بازم همون قایی که ذوقی دم چریدن داشت سرشم میبرداره رحکی میشه. لیکن هرچند انسان الله مهربان تاکید میکنه ولی نفسش زوری میکنه و اطاعتی از خدا نمیکنه. گفته اینجا کدام می آگاه تره. این از سخنهایی است که در گویم از جانب حسن بصری. اکو حسن بصری یک سخنهای عجیب گفته است. گفته است که دانستم که ولی که دانلو درباره ریسک قبضه اصلا این بسیار یک قصه او درباره ریسک. همین حسن بصری هم میگه که دانستم که ریسک مرا کسی خورده نمیتوند آرام شیده. همین ریسک ما دانستم که همین ریسکی که الله برای من معین کرده بیای این را هیچ که چکشیده نمیتونه، هیچ کسی را گرفته نمیتونه. پس من گفت آرام شدم. برادر عزیز ولی انا حاتم اسم که میگه وقتی استادش گفت که ای حضرت شقیق باقی گفتش 30 سال پیش ما زانو زدیم خواندی که یکمان چیزا گفت که خیلی کود ما شاگرد داریم یک ای سخنات مثلا لذت داریم. گفت یکم سخنش همین بود که گفت دیدم که مردم در ریسک شبهه دارن، یعنی همچون خداوند رزاق نمیشناسن، ریسک از جانب خدا نمیبینن. گفت من خواستم که از زمره همی مردم نباشم بلکه رزاق الله بدانم که حقیقتا الله رزاق ہے، الله ریسک رسان ما الله هست. وقتی این گپ گفت استادش بسیار مقصد خوشش آمد که خدا را شکر که مقصد عقیده شاگرد ما چقدر عقیده مستحکمی هست که الله در قرآن گفتگی سوره هود آیت 6 اگر بینیم میگه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. این خدای مهربان میگه دانی که در روی زمین هر یک جنبننده که هر یک چیزی که جان داره، آدم جین حشرات چیزی باشد، الله گفت همه اینا ریسک اینها بس من گفت، یعنی تأمین کننده ریسک اینها منو. ولی امروز چرا ما در همین مسئله ترس داریم؟ کافی می ترسیم مثال بسیاری چیزا حذر میکنیم که خوره نونی مدام یا خیخچه شریک میکنه یا دیگر میکنه. گفته همین چیزها حقیقتا در عقیده بسیار خطا است. شیخ سعدی میگه تواناست آن خداوند روز که روزی رساند تو چندین مسوز. آخی خدا همین قد بزرگی است که میرساند، زیق نشه، هیچ مقصد خفگی نکن، دلسیایی نکن. او خدایی است که توانای رزق روزی تا میرساند. حسن بصری همین را چیز کرد که من گفت دانستم که ریسک ما هیچ که خورده نمیتونه، پس آرام شدم. این تعلیم ای برادر از کار کردن ما دانیم که خداوند حقیقتا روزی که ما را در شکم مادر علاقه مهلت معین در رسانید ریسک ما را معین کرده که چی مقدار باید که در دنیا از مال دنیا مقصد برخوردار شود. دویم گفت دانستم که الله مرا میبیند، پس حیا کردم. یعنی همین فهمیدم که خداوند در هر جا باشه مرا میدیده است. یعنی هیچ جای مقصد بگیم از کامرایی که مقصد مرا نبینه خالی نبوده، خواه تاریکی باشد خواه روشنی باشد، همه جا الله مهربان مرا نظارت میکرده است. پس حیا کردم، شرم کردم. یعنی ما برادرای عزیز همیشه خداوند باید در هر یک حاضر و ناظر و خب این اعتقاد داشته باشیم که خداوند همه جا حاضر و ناظره.
ما را میبینند. ولی یک قصه میارند در زمان پیامبرمون، میگه یک نفر سیاه‌پوست پیش پیامبر آمد، گفت حضرت آیا گفت همین انا من توبه کنم گناهام خدا میبخشد؟ گفت میبخشد. گفت توبه را گفت هر چی بود از جاهلیت چیزی بود توبه که الله میبخشد. میگه وقتی که این گپ زد خشنود شد، خوش گردان را باگشت آمد. گویا سوال دیگر دارم، همون گناهایی که من کردم همونها را الله دیدگی است؟ گفت بله دیدگی است. صاحب کتاب میگه همین آدم از حیای بسیار، از ترس بسیار میگه همین تا یک آهی سر کشید میگه و همین راست میگه در مقصد نزد منبر پیامبر میگه افتید گردوندنش کیها جونش برآمده است. شرم کرده است که مرا این کردارهای زشتی مرا الله مهربان دیده بوده است. یعنی اگر ما هم برادرای عزیز در هر یک کاروبارمون، در هر یک جایی نشست و بیرون و درونمون، اگر به شرطی که دانیم که خداوند ما را مثال نگه دارد، این بسیار به خیر ما است، بسیار بسیار به نیکی ما هست. سیوم گفت چیزی که حسن بصری میگه، گفت دانستم که عبادت یک نفر از جانب یک نفر دیگه قبول نمیشه. یعنی یک کس دیگر از جانب یک کس دیگر عبادت کنه، خب با او یگان منفعت نمیرسه. کسی همون عبادت کرده فایده جان خود شد. پس گفت من خودم سعی کردم، من خودم حرکت کردم که مقصد باید من عبادت کنم، توشه جمع کنم تا مقصد همچه یک توشه بندگی برای روز آخرتم باید داشته باشم. چهارم چیزی که حضرت گفت دانستم که پایان عمرم مرگ است. پس برای روز مردم تیاری دیدم. دانستم که حتما یک چیز برادرها که ولی ببینید همه پایان عمر ما مرگ. برای همین از پیامبر نازنین بین اصحاب پرسید از همه در زیرکترین تان کیه؟ گفت از همه در زیرکترین تان کیه است؟ گفتن الله و رسولش میدانه حضرت. کی است؟ گفت آن کسی که مرگ از یاد میکنه. کسی همیشه در یاد مرگ است. برای همین یعنی یاد کردن مرگ هم برادر عزیز این فایده داره. این فایده ها داره. بین عزیزای خدا میگه چی فایده داره؟ میگه یک فایدهش همینه که انسان اگر در یاد مرگ باشد همیشه توبه کار میشود. بین توبه دائم به یادش هست. هر یک قدم و هر یک روزش به توبه نیست. این میگه حاصلی در ذهنش مرگ باشه اگر حاصلی همون. دویم چیزی که میگه همین یاد مرگ میته، میگه این چیه؟ میگه این نشاطی در عبادت هست. آدم در یاد مرگ که باشه، من میگه مثل حسن بصری یک روز میمرم. برای روز مرگ چیه؟ مثال برای من چیه حاجت هست؟ عبادتی من دستی مرا میگیره، طاعتی من دستی مرا میگیره، این بندگی من دستی مرا میگیره. زین لحاظ گفت دویم حاصله که برای مقصد آدمی که مرگ از یادش دور نمیرود نشاطی در عبادت پیدا میشده است. سیوم میگه حاصله که همین یاد مرگ میته، میگه این در آدم قناعت پیدا میشده است. ببین برات حریص نیست دیگه. چیلی که مثال آدمی هست که بسیار حریصه، بسیار گشنه چشمه، میگه همین یاد مرگم انسان از نعمت قناعتش با برخوردار میکرده. برای همین حضرت گفت که چهارم چیزی که از سخنهای بسیار با حکمت حسن بصری بود این بود که پایان عمر ما مرگ برادر. ما هم باید هیچ وقت به یاد مرگم نباشیم. هیچ وقت مقصد مهلت نتیم خودمانه تا پگار مهلت نتیم. چیلی که حضرت عبدالله ابن عمر پیامبرمون تعلیم داد که بچم اگر سحر دهم که جان به سلامت بردی تا بیگاه را هیچ وقت مقصد باورت نه که تی زنده ای یا با بیگاه رسیدی تا سحر را باور نکن. برای همین ماها باید با همین سخنهایی که از پیامبر نازنینمان از عزیزای باید به این برادر عزیز این حیاتمون بگذرانیم.
اگر همینو در ذهن‌های ما باشه از همین پندو اگر ما ان شاء الله عبرت شخصای همنشینی که همتای خصلت‌های خوب داشته باشن بخوای نخوای خصلتی رو تاثیر میکنه شما کمپانیا موافقتی در خدا برکت میده ولی چی در اسلام میگن که اینا تمام خیرات رو بینه خفیش ثواب بیشتر داره میگه همین البته در زکات میگن که اشکار کنید غرض همین اشکار کردن چه هو دیگران هم ببینن این مردک میکردیم کو مورا خدای تعالی داد است به مورا بکنه دیگران هم تحریک میشوند همین خاطر این تمام خیرات و احسانات پنهانیش خوبه این تبدو صدقات فنعم ماهیه خداوند میگه اگر پنهانی که داده مثلا اشکار کرده بسیار نعمت خوبه و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم اما اگر همون خیر پنهانی داده و فقیرا داده ثواب بیشتر داره با استثنای زکات هم میگه اشکار بده تو مردم ببینن بفهمن که همین خیلی یک امر شریفه در اسلام یک رکن اسلامه باید پرداخته شود او هم پدرش رفیق کنه تری سختی مرده کنس داشته است ملامت کنه گفتش با دست به یک ره پریشان مکن هرچی هست با سال توان خیرمن اندوختن به یک دم نمردی باید سوختن اومد پیشش که مرده خودی پدر ایت ای قجون کند ای عذاب کشید را جمع کرد ای تو گرفتن بادش دادستی جمع کردن مشکله با یک لحظت میگیری اما رتیت پریشان میکنی او قجون مردی نیست ای گفت اگر هر چی یابی با کف در میهی کفت روز حاجت بماند تهی همین بیافتگی تکی دادی در روزی سختی و تنگی با دستت خالی میمونه من میگه که چمناء خیر این حکایت بگفت زی غیرت جوان مرد را رگ نخفت پراکنده دل شد از آن عیب جوی برا شفته گفته پراکندگوی همون به که امروز مردم خورند که فردا پس از من به یغما برم یک کسافت گفت همین بهترش که روزی من به دست خودم بتونم این مردم بخورم خیلی جانم شود از یکی من میبرم مول به یغما میروه کی میدونه او کجا میشوه و چی میروه من یک مولای یعقوب دست خدا رحمتش کنه تو حاضر همون مسجد مرکزی را دیده مسجد مولای یعقوبش میگن مردم پیشینه هر مولای یعقوبش میگن این مسجد مدرسه را همون مسجد بوری اول همون کرده بود است بسیار بودن بی دست بخیر اینا نامش ما حج میروان یا سال قطعی ابراهیم بای گفتن یک بای دیگه همین یانگی بزرگ ای حج میویند این همین دست بخیر بود است و خدایم دیگش میجوشید است مهمون داشته است او خانواده بسیار سختی مرده یگان 2 ماه در همین دوشنبه میشتکی ولی میرم حاجی اومده است گفت هر سه مردم جمع میشود 2 ماه در خونه دخترش در همین دوشنبه میشته قدرت خدا ای باید چند سال میگذره که بر شریکان میآیند لغت کردن مرا گرفتن هر دش دیا جو دیا ترما غلطی دیان هر دش یا روز پروندنی بردگیان همین مولا یعقوب رحمتی را قطعی اونمو حاجی ابراهیم بود و میگه همونجا بعد علم کرد که ای واقعی من همین چیزا رو داشتم همین شرایط امکانات رو داشتم چی نکردم این روزی کسافت کافی رو اومدیان گرفتن اینا بردن مرا به یغما و اینا حساب و کتابش همش در کلای من مونده است او میگه وقتی که میبردیانشون کجای این طرفای خمشین باشه کجای همجا در برده پروندیانشون میگه این در ترس هراس و گریه و فیغان و همون مولا یعقوب میگه که شخصی را که میبردن کو همون را دلکی میکنه که ای مرد کو همه یه روز میای یه روز میرای و برای نر برای قربانی ای خدا را شکر کنه که خدای تعالی ترین مرتبه و منزلت داده است که برای مال و حال خطو برای دین خطو میره مقصد که فدا میشه همین درس عبرت هست ده گفت همان به که امروز مردم خورند که فردا پس از من به یغما برند بهترش این روز امکانیت دارم بهترش ای دستی من بخورن از اینکه بعدی من کی میدونه خدا میدونه در دستی کیا میخوره خور و پوش و بخشای راحت رسان نگه میچی داری زی بحری کسان همشه امکانیت داری شرایط داری بکن وقتی آدم مرد دیگه کاری سوخته نیست مول حتی مول هم داشته باشه مولش میراثی فرزندان میشه هر خیری کردن او برای جان خودشون میکنن تمام این دیگه مول نداره حضرت صلی الله علیه و سلم روایت میکنه از الله ذوالجلال حدیث هم متفق علیه حدیث قدسی
که میگه الله به بندهاش مراجعت میکنه که انفق یا ابن آدم انفق علیک، ای فرزند آدم تو نفقه کرد، دستگیری کرد، دست به خیر جوان مرد باش، تو من ترا کمکت کنم. مال، نعمت، عطا همه ای جانب الله های و ما بکم من نعمت فمن الله. هر چیز در دست داریم فرق نداره، مال دنیا ای، خانه و در ای، زن فرزند ای، تن جان سالم ای، وقت خوش ای، آرامی و عافیت ای، همه از جانب الله های. مسلمان عقیدهش همی ای، کسی عقیده را نداشته باشه او را مسلمان حسابش نمیکنه. خور و پوش و بخشای راحت رسان، نگه می چی داری زی بهری کسان، زر نعمت اکنون بده کانی توست، حالی که ایتای بته او وقتی که تو مردی دیگه او مولی تو نمیشود. سبحان الله. ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا و یقول الاخر اللهم اعط ممسکا تلفا. رواه البخاری و مسلم متفق علیه. حضرت میگه هر صبح وقتی که مردم از خواب میخیزن به امر خداوند دو ملائکه میان پستشون میگیرن، هر سوتکه ایواز میشه بیان، همین تا سوتکه دیگه را در همین نوبتشو یاد دعا دارن. پروردگار رو به منفق خلاف بده، دعای دیگه مش خدایا به ممسک تلف بده، در مال ممسک تلف بده. ولی هستن آدمایی که دنیا دارن و دایم قرض دارن، دایم در پرابلم هن، سرشو ای پرابلم خالی نیست، ایری همین میشه. او خدای بزرگ برکت میته در مالت که اون مال مثلا در جانت میچربه و یا فایده و منفعت میرسونه. و حضرت نصیحت کرد، گفت وصیت برای مردی درویش نیست، تکلف برای مردی درویش نیست، وصیت همین یک سخن بیش نیست که چندان که جهدت بود خیر کن زیت خیر ماند زی سعدی سخن. من همین نصیحت میکنم بگم ای مسلمانای عزیز، چند امکان داره خیر کنی، زر جمع کنی برای سه بگونه، شوی زن، داماد، عروسی پسر، چند میتونی خیر کن، ایتا علمو خیرت میمونه. از سعدی سخنش حقیقتا از سعدی سخنش مونده است، از سعدی شعر نصیحتاش مونده است. ای حاتمی تای خیرش مونده، نام حاتمی تای تو این روز که میگیرن حسابی همون جوان مردیش میگیرن، از حسابی غیرت و حیمتش. خداوند برکت بده محمد جان ما را، همون کمپانی خوب بخی، خدا برکت بده یورا. دستگیری کردن عالما را، دستگیری کردن فقرا را، دستگیری کردن. الساعی علی الارمله و المسکین کالمجاهد فی سبیل الله. حدیثی که بخاری و مسلم روایت میکنن، الله علم، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. حضرت گفت که شخصی که دستگیری بیوزنا و مسکینا را میکنه، یتیما و مسکینا را میکنه، حکم مجاهد در راه الله داره. انم مجاهد در راه الله چی فضل داشته باشه خداوند به همین آدم میده. و احسبه قال و کالقائم الذی لا یفطر و کالصائم الذی لا یفطر. حضرت میگه که گمان میکنم که رومی میگه. همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم اضافه کرد، گفت که همه سعی کننده برای دستگیری بیوزن و یتیم و فقرا حکم قائم را داره که تمام شبها به عبادت خدا روز میکنه و شخصی را که تمام حیات روزدار است هرگز افطار نمیکنه بروز. انمی ثواب خدای تعالی براش میده. خداوند غیرت و همت و سعی و جوان مردی و سخاوت و ده چندان و سه چندان. آمین. روایی و رفتار و کردار شما را برای دیگر جوان مردو را یا درس عبرت قرار بده که همیشه همین دیو داشته باشن که اوکی یه روز نه یه روز میریم، یه روز نه یه روز میریم. با خدا قسم همین هدایت از جانب الله های. ولی میگن که ای مرگ ترسیده ای فلان، این همش گابت است. همین خداوند کسی را هدایت میکرده اونم ترسی مرگ سبب میشید است، یک کاری دیگه سبب میشید است. اگر همین خدا بزند هرگز دیاد نمیره همین چیز. علمای بدن که همین کرونا ویروس حقیقتا ترسیدن، ای بچه زکاتای 10 سالش نبردن دادن، 10 سال زکات ندادن دست. این کثافتای را دیدیم که دیگه مست الست گشتن، خیال کردن که همین اسپریت بخری کرونا ویروس هم میکشه، این خونه سوخته اون نوشیدنی چه وقت درد خدا میته، شفا را خدا میته. تو وقتی که زید امر پروردگار عمل میکنی اگه تو وقت این شفا داری دیدیم نه به خدا. برای اون که
مبادا یک همین ایمونیتت با پس نشود روزه ماه شریف رمضان را خوندم دیدم همین چیز رو پروردگار حاجی محمد جان دیگر برادرها را که شریکاش بدن این جوان مردایی را که ببینه در ماه شریف رمضان ماشاءالله 700 خانواده فقیر کمبغل با گوشت تامین کردند و چی گوشته دیدیم اخیتت گوشتای خسکینه ماشاءالله گوشت هم گوشت بده است پروردگار در نامه اعمالش ثبت بگردونه و فردا روز قیامت همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم که جوانمردترین جوادترین بنده‌های الله هست و همراه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم که همه جوانمردی و همه سخاوت از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموختیان محشور شان بگردند. عید سعید برای باشندگان این منزل برای شرکت کنندگان این محفل خیر الله عزوجل رحمت خداوند ایشون قاری علی جان ما را که واقعا سعی میکنند الدال علی الخیر کفاعله همین دلالت کننده به کار خیر مثل کننده کار خیره از جمعی بلا و آفات حفظش کنه جمعی مراد و مقصوداش حاصل بگردونه فرزنداش مثل خودش کاری قرآن و خادم دین شریعت محب خدا و پیغمبر و علما بکنه خیر محفل سنتی عید سعیدی از حق خالی از آن نداد ثواب این نان و طعام ها را اولا به درگاه بی‌نیاز قبول فرمود بعدا برسون به ارواح جمیع پیغمبرانت خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدا به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات جمیع ارواحی که از باشندگان این منزل خیر از شرکت کنندگان این محفل خیر امید دعا دارند خدای رحمت مغفرت کن والدین بابای حاجی را در بحبوحه جنت مستقرشون گردان انشالله نبیرش مثل باباش بوده ولی نگاه میکنم واقعا بعضی نبیرها با باباش شباهت دارن همچنان که امام حسن از علی دیده به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم شباهت بیشتر داشت خداوند شیر بچه را به غیرت که مثل پدر و باباش خداوند جمیع مراد مقصوداشون حاصل بگردان اهل خاندان پروردگار را از جمیع خوشی‌های زندگی برخوردار ساز برادرمون محمد جان خدایا جمیع خیرات و احسانات براش نصیب و روزی گردان هر مراد و مقصود خیر دارد برآورده گردان مهماناش در پناه امن و عصمت محفوظ دار خداوند این عید سعید که نوابسته به او که کرانتین است در دنیا و نوابسته به او که مردم از ویروس میترسند مسلمانای قدر محبت به این عید سعیدی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی از حضرت ابراهیم خلیل میراث مونده است او قدر محبت دلبستگی دارن که الحمدلله هر کجا میبینی شخصایی را که با میل رغبت عید میکنن واقعا ایمان آدم میشکافد خداوند دعای عید برای جمیع امتان حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم عاقبت کارمون به خیر انجام ده جمیع بلا و وبا و آفات و ویروس ها را از این سرزمین و از جمیع ممالک دنیا خداوند دور گردان تا در مساجد باز شوند تا مسلمانان با حضور قلبی نمازهای 5 وقته را با جماعت مستحبه در مساجد ادا کنند برحمت الله اکبر. شاید قری بحر الله